بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. بگو ما به خداوند و به آنچه به ما نازل شده و به آنچه به ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب و قبایل یعنی بازماندگان یعقوب وحی شده و به آنچه به موسی و عیسی و دیگر پیامبران از طرف پروردگارشان داده شده است ایمان داریم، در میانشان فرق نمیگذاریم و ما به او تسلیم هستیم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. و کسی که جز اسلام دینی را بجوید پس هرگز از او پذیرفته نمی شود و او در آخرت از زیانکاران است. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. چگونه خداوند قومی را هدایت می کند که بعد از ایمان آوردن خود کافر شد و بعد از اینکه گواهی دادند بر اینکه پیامبر بر حق است و بعد از اینکه به ایشان نشانه های روشن آمد و خداوند قوم ستمگاران را هدایت نمی کند. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ایشان جزایشان این است که از طرف خدا، فرشتگان و همه مردم بر ایشان لعنت می شود.